اگر میخوای 20 جمله انگیزشی از مهاتما گاندی رو بدونی که زندگی در از این رو به اون رو میکنه، پس این ویدیو رو تا آخر ببین. چرا؟ چون من 12میشو گوش کردم، کورکا پرم ریخت، واقعا عجیب بود. اولین جمله انگیزشی از گاندی اینه که قوت و شجاعت در درون هر فرد هستش، فقط باید اونا رو بیدار کنید. دومین جمله انگیزشی از گاندی این هستش که با خواندن کتاب‌هایی که دوست ندارید شما روزها رو میتونین کاهش بدین اما جهان را نه. سومین جمله انگیزشی از گاندی اینه میزان ماهیت انسان به اندازه رفتار او در برابر جانداران کوچک هستش. چهارمین جمله انگیزش از گاندی اینه باید تغییری باشیم که در جهان میخواهیم ببینیم. پنجمین جمله انگیزش از گاندی اینه دنیا رو تغییر بدین، شروع کنید با خودتون. ششمین جمله انگیزش از گاندی این هستش که آرزوهای ما نباید کوچکتر از قابلیت‌های ما باشه. هفتمین جمله انگیزش از گاندی این هستش که صلح را باید با خودمون آغاز کنیم و در جهان پخشش کنیم. هشتمین جمله انگیزش از گاندی اینه شجاعت نیست که بدون ترس عمل کنیم، بلکه یک عمل هستش که با وجود ترس انجام میدیم. نهمین جمله انگیزش از گاندی اینه اگر میخواین تغییری در جهان ایجاد کنیم با خودتون شروع کنیم و دنیا را تغییر بدیم. دهمین جمله انگیزش از گاندی اینه تغییر را میخواین که در جهان ببینیم باید خودتون رو تبدیل بشید. قبل از ادامه برنامه اگر تا اینجا با ما همراه بودین دکمه لایک را بزنین. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این برنامه رو ببینن. جدا از اونم اگر تا به حال توی کانال ما سابسکرایب نکردین همین حالا این کار رو انجام بدین. 12مین جمله انگیزش از گاندی اینه اگر تغییر را در دنیا بخواین خودتون باید تغییر پیدا کنید. 12مین جمله انگیزشی از گاندی که جذاب‌ترین بخش ویدیو ما هم هستش اینه شادی و خوشبختی را در خدمت به دیگران باید پیدا کنیم. 13مین جمله انگیزش از گاندی اینه به دیگران باید کمک بکنیم و در عوض خودتون را پیدا میکنید. 14مین جمله انگیزش از گاندی این هستش مسیر راست هموار نیستش اما ارزش اونو داره که اونو طی کنید. 15مین جمله انگیزش از گاندی اینه شما میتونید تغییری در جهان ایجاد کنید، تازه باید خودتان شروع کنید. 16مین جمله انگیزش از گاندی اینه اعتقاد به خودتون این از توانایی‌های شما را شکل میده. 17مین جمله انگیزش از گاندی این هستش تصور کنید، باور کنید، اقدام کنید تا موفق بشید. 18مین جمله انگیزش از گاندی اینه که وقتی که پنجره بسته میشه در دیگه برای شما باز میشه، اما اغلب به پنجره‌های بسته درگیر میشین و در ره‌های باز عبور نمی‌کنید. 19مین جمله انگیزشی گاندی اینه هیچ کار کوچکی در خدمت به جامعه اهمیتی نداره. و آخرین جمله انگیزشی گاندی که 20مین جمله انگیزشی ما هم باشه اینه که برخی از اهمیت‌های زندگی ما را فهمیدنی نیستن، ما باید در پنجره‌های جدیدی نگاه کنیم تا اونا را درک کنیم. در انتها فراموش نکنید که این برنامه را با دوستان عزیزانتون به اشتراک بذارید. اما شما چه جمله‌های انگیزه دیگری را از گاندی می‌شناسین که من توی این ویدیو نگفته باشم؟ خیلی خوشحال میشم که توی بخش کامنت ها بیاین اونو برای من مطرح کنید. در پایانم یادتون نره اینا تعداد کوچیک از جملات انگیزش مهاتما گاندی بود که من توی این ویدیو گفتم. اگه بتونید با استفاده از این جملات از سخنان انگیزشی، حالا چه از گاندی و چه از انگیزشی از انیشتین، سقراط و هر دانشمند دیگر بتونید سرلوحه زندگی خودتون قرار بدین، بهتون قول میدم که تا آخر عمر پیشرفت میکنید و به درجه از خوشبختی میرسید. اگر هم دوست دارید ویدیوهای بعدی ما را که روی کارت اند اسکرین برای شما در سمت چپ و سمت راست قرار دادیم ببینید، میتونید با کلیک کردن روی اون به ویدیوهای بعدی هدایت بشین. تا ویدیوهای بعدی دوستتون دارم، خدا نگهدار شما.